بیاین از خفیفترینا شروع کنیم و کم کم دوزش رو ببریم بالا. شماره 10. گربه. این یکی بیشتر یه سوء تفاهمه تا اینکه بگیم گربه‌ها واقعا دارن مواد میزنن. اگه گربه داشته باشی احتمالاً بهش سنبولوتیپ یا همون علف گربه‌ای رو دادی. حالا این یکی مثل بقیه مواد تولیس نیست. در واقع یه گیاهی که خیلی شبیه نعناه، ولی یه ماده به اسم نپتالاکتون داره که میتونه بعضی گربه‌ها رو یه خورده شارژ کنه و براشون یه اثر محرک موقتی بذاره. و اینجا یه قضیه جالبه. سنبولوتیپ روی بعضی گربه‌ها حسابی اثر میذاره و اونا رو میفرسته تو فاز دیوونگی، ولی با بعضیاشون هم کاری نمیکنه و انگار بهت میگن نمیتونی با این دلمو به دست بیاری، هنوزم کاری بهت نداره. حالا واکنش‌های مختلفی به سنبولوتیپ هست، ولی رایج تریناش اینه که گربه‌ها توش غلط میزنن یا بعد از خوردنش حسابی پر انرژی و شیطون میشن، یا برعکس خیلی ریلکس و آروم میشن و دراز میکشن. شماره 9. دلفین ها. این یکی از اون داستان‌هاییه که اکثر مردم احتمالاً شنیدن. همه دوست دارن وقتی خودشون یه خورده تو حال و هوا هستن اینو تعریف کنن. پس بذار یه بار صاف و ساده بگم. بله، دلفین ها واقعاً شرورای دریا هستن و حسابی عشقشون میکشه که های کنن. اونا اول یه بادکنک ماهیو گیر میارن و بعد نوبتی یه گاز ریز ازش میزنن. ولی کار به اینجا ختم نمیشه. اونا ماهی بدبختو از آب میندازن بیرون و شروع میکنن به بازی کردن باهاش، انگاری که دارن توپ بازی میکنن، طوری که ماهی بیچاره از ترس تا آخر عمرش تو شوک میمونه. حالا وقتی بادکنک ماهی حسابی میترسه، سیستم دفاعیش فعال میشه و یه سم وحشتناک به نام تتروتاکسین ترشح میکنه که از قوی ترین سمهای دنیاست. این سم اون قدری قویه که یه دونه بادکنک ماهی میتونه 30 تا آدم بالغ یا حدود 15 تا بازاری خپلو رو از پا در بیاره. اما اینجاست که دلفین ها بازی رو بردن، چون دقیقاً میدونن چقدر از اون سم باید بخورن که نمیرن. ازشون فیلمی هم گرفتن که ماهی رو 20 تا 30 دقیقه پاسکاری میکنن و بعدش ولش میکنن بره پی کارش. اثر این سم روی دلفین ها هم خیلی جالبه. اونا یه جوری تو فاز سرخوشی میرن که خیلی آروم و ریلکس میشن و حتی از انعکاس خودشون روی آب حسابی عشق میکنن و به خودشون زل میزنن. شماره 8. پرنده. خب حالا میرسیم به اونایی که احتمالاً بیشترتون نشنیدین ولی شاید از نزدیک دیده باشین. یه سوال، تا حالا پرنده مرده‌ای روبرو شدی که محکم به پنجره یا ساختمون برخورد کرده باشه و تو توش میمونی که چطوری ممکنه این همه فضا واسه پرواز داشته باشی و بازم تو در و دیوار بخوری؟ خب حقیقتش اینه که احتمالاً اون پرنده موقع پرواز تحت تاثیر یه چیزی بوده. این معمولاً بعد اولین سرمازدگی اتفاق میفته که باعث تخمیر میوه‌ها و توتا میشه که در نتیجه اتانول تولید میکنه که همون الکله. و البته که پرنده‌ها اینو میدونن. بعدش اونا تا اونجا که میتونن از میوه‌ای تخمیر شده میزنن و حسابی مست میکنن. در حال حاضرم اعتیاد به الکل تو پرنده ها تو مناطق خاصی از دنیا در حال افزایشه، مثل یوکان کانادا. تو یوکان جایی ساختن مخصوص پرندهایی که سگ مست کردن که اساساً یه جاییه که تگری بزنن. اونجا پرنده ها رو تو قفس‌های کوچیک میذارن تا حالشون جا بیاد، ولی همین که به خودشون میان دوباره ولشون میکنن برن تو طبیعت که دوباره بتونن مست کنن. پس دفعه بعدی که دیدی یه پرنده صاف پرواز نمیکنه، فقط به یاد داشته باش که او احتمالاً پرنده سوسنسوریه که به الکل نه نمیگه. شماره 7. زنبور عسل. این یکی هم شبیه شماره 8، چون احتمالاً خیلی ها ازش خبر ندارن، ولی وقتی بشنوی میفهمی که یه جا تو زندگیت باش برخورد کردی. حالا این یکی یه کمی خشن‌تر و اون پایانی که تو سالن ماساژ پیدا میکنی و نداره. یه سوال، تا حالا به زنبوری برخورد کردی که روی زمین افتاده و به خودش میپیچه و انگار نمیتونه پرواز کنه؟ بچه که بودم فکر میکردم زنبور یکی رو نیش زد و حالا داره یه مرگ دردناک و طولانی رو تجربه میکنه، به خاطر همین خلاصشون میکردم. ولی حالا که بزرگتر شدم فهمیدم قضیه چی و اگه الان یه زنبور رو ببینم که نمیتونه درست پرواز کنه، میدونم یا حسابی مسته یا واقعا داره همون مرگ بعدی که فکرشو میکردم و میگذرونه. ماجرا اینه که وقتی هوا گرم میشه شهد تو گیاها تخمیر میشه و تبدیل به الکل میشه. وقتی زنبورا میرن گرده جمع کنن و از اون شهد تخمیری هم یه جرعه میزنن، حسابی مست میکنن. اون وقته که یه زنبور رو میبینی که دیگه هیچ کنترلی رو مسیر و حرکاتش نداره. حالا بخش بعد ماجرا اینه که اگه معجزه بشه و این زنبور بتونه برگرده به کندو، با زنبورهای نگهبان روبرو میشه. این نگهبانا رو مثل بادیگاردای کندو در نظر بگیر، ولی خیلی خشن‌تر و بیرحم‌تر. اگه یه زنبور مست برسه دم کندو، دو حالت داره: یا برای همیشه از کندو پرت میشه بیرون، یا حسابی تیکه پارش میکنن. دست و بالشو، پاهاشو، شاخکاشو میکنن و حتی چشاشو هم در میارن و زنبور بیچاره به یک مرگ دردناک دچار میشه. ولی نگران نباش، این کارا رو واسه حفظ کندو میکنن، چون اگه شهد تخمیری وارد کندو بشه اونو از هم میپاشونه. شماره 6. مگس.
طی تحقیقاتی محققان دانشگاه سانفرانسیسکو فهمیدن که مگس‌های نر نمیتونن با رد شدن از طرف زیتی‌های مگس کنار بیان. تحقیقاتشون نشون میده که وقتی مگس‌های نر توسط زیتی‌های مگس جواب نمیشنون، رو به الکل میارن و شیشه مشروب و همدم تنهایی خودشون میکنن. جالبه. کی فکرشو میکرد که من و مگس‌های نر این همه شباهت داشته باشیم؟ شماره 5. میمون وروت. حالا میرسیم به آخرین حیوانی که باید تو جلسه ترک الکل جا داشته باشه. و دلیل اینکه اینا اینقدر تو لیست بالا اومدن اینه که نه فقط الکلیان، بلکه برای داشتن الکل دست به هر کار خلافی هم میزنن. وقتی این میمون‌ها دستشون به میوه‌های تخمیر شده نمیرسه، میرن سراغ دزدی و از توریستای مثل تو مشروب میدزدن و تو این کار هم حسابی حرفه‌این. با کلی صبر میشینن توی سایه و کمین میکنن تا فرصت مناسب پیدا بشه. همون لحظه‌ای که نوشیدنی تو زمین میذاری، اولین و آخرین اشتباهتو کردی، چون به محض اینکه چشمتو برگردونی دیگه کار تمومه. میمون با اون دسته چرب و چیلیش مشروبتو برداشت و داره با ولع سر میکشه. البته انصافا هم بعضی از عکساشون هم خیلی باحاله ها، اینم بگم. ولی میمونا اینقدر دردسر درست کردن که جزیره سنت مارتین تو کارائیب اخیراً قانونی تصویب کرده که بهشون اجازه میده همشون رو پاکسازی کنن، همه 450 تاشونو. راستی الان که اینو گفتم فهمیدم شاید بهتر بود اون قسمت آخر رو نمیگفتم. شماره 4. لمور سیاه. حالا دیگه داریم از بادکنک‌مایی و الکل فاصله میگیریم و وارد چیزای سنگین‌تر میشیم. البته راستشو بخوای بادکنک‌مایی خودش به اندازه کافی دیوونگی هست، ولی خیلی‌ها از قبل اونو میدونستن. واسه همین گذاشتمش ته لیست. ولی حالا بریم سراغ بعدی. اول با لمور سیاه شروع میکنیم. کی فکرشون میکرد این حیوانه بانمک از جزیره ماداگاسکار همچین موجودات پست و حال به همزنی از آب در بیان؟ رژیم غذایی لمور سیاه بیشتر از میوه تشکیل شده، ولی بعضی وقتا عشقش میکشه که یه ترکیب سمی بزنه که توش سیانور هم هست. اونا این سمو وقتی به دست میارن که 1000 پا پیدا میکنن و شروع میکنن با آروم گاز زدنش. این کار باعث میشه که 1000 پا خودش رو جمع کنه و یه ماده سمی آزاد کنه که قرار بقیه حیوونا رو بترسونه و دورشون کنه. ولی واسه لمور این ماده سمی مثل یک سیگناله که قرار اون شبو بتره کنه. برخلاف بقیه چیزایی که توی لیست بودن، این یکی حتی یه فایده سلامتی هم داره. بعد از اینکه لمور یک بار از این سمی 1000 پا کام میگیره، آب دهنش شروع میکنه به ریختن. بعدش اون آب دهن و سمو روی بدنشون میمالن تا خودشونو از شر پشه هایی که مالاریا رو منتقل میکنن حفظ کنن. ولی فکر نکن که فقط واسه سلامتی این کارو میکنن. لمورا ادامه میدن و هی از اون سم میزنن تا جایی که دیگه کاملا از پا در میان. آخر سرم اونقدر بالا میرن که تنها که براشون میمونه اینه که بخوابن و همه چیزو از سرشون بپرونن. شماره 3. گوزن. اون قارچی که ماریو میخوردش رو یادتون میاد؟ همونطوری که مطمئنم نشنیدین، اسم اصلی اون آمانیتا موسکاریا هستش که به طرز دیوونه کننده سمی و توهمات خیلی شدیدی رو ایجاد میکنه. اما این مسئله برای گوزن شمالی تو سیبری روسیه کوچیکترین اهمیتی هم نداره، چون برای پیدا کردن و مصرفش زمین و زمان رو زیر و رو میکنه. وقتی پیداش میکنه با ولع زیاد شروع میکنه خوردن و وقتی اثرات ماش پیداش میشه تریپ گوزنا استارت میخوره و تبدیل به یه جونور جدیدی میشن. اونا بدون هیچ هدفی شروع میکنن به دویدن و صداهای عجیب غریب از خودشون در میارن. اما دلیل این که گوزنا رو گذاشتم اولای لیست اینه که تأثیر بدی روی دیگران هم میذارن. ظاهرا ما انسانا خوردن قارچ‌های جادویی رو دیدیم و اونقدر سرگرم کننده و جالب جلوه کرد که مجبور شدیم خودمونم امتحانش کنیم. بعضیامون به طرز باور نکردنی بالا رفتن و دیوونه کننده ترین و واضح ترین توهمات رو تجربه کردن، در حالی که برخی دیگرمون مردن. و جاش بود که بگیم میدونین برا بچ ما تو این یکی شکست خوردیم و دیگه نباید از این قارچا بزنیم. ولی نه، یکی با یه ایده نابی مصرف شاش گوزن به جای ماشروم پیدا شد و توجیهش هم این بود که شاش گوز از سمها استریلیزه شد و اثرات قارچ رو دست نخورده نگه داشته و حقم با اون بود. بعد از اون انسان‌ها و گوزنا با هم تریپ می‌کردن و توهمای خرکی می‌زدن. حتی خیلی‌ها معتقدن که داستان بابا نوئل اینطوری ساخته شد و یکی با گوزنا تریپ سنگین کرد و فاز اینو برداشته که داره باهاشون پرواز می‌کنه. رنگ لباس بابا نوئل هم برگرفته از رنگ قارچ و این نظریه قارچ جادویی کریسمس نامیده شده. شماره 2. جگوار.
من فکر میکنم حتی یه شکارچی خفنم بعضی وقتا نیاز داره دست از کشت و کشتار برداره و یه استراحتی به خودش بده. جگوارو این کارو با خوردن گیاه یاگه انجام میدن که یکی از اجزای اصلی معجون آیاهواسکا هستش که بیشک قوی ترین داروی توهمزا روی زمینه. وقتی که جگوار گیاهو میخوره و اثراتش شروع میشه، اونا تبدیل به یه بچه گربه بزرگ و احمق میشن و یه وری برای خودشون لش میکنن. BBC هم چند سال پیش توی کلیپی همه اینا رو ضبط کرد که دیدنش خیلی جالبه. مردم بومی آمازون ادعا میکنن که جگوارها گیاهو به خاطر این میزنن که حواسشون تقویت بشه و توانایی شکارشون بالاتر بره، ولی دارن خودشونو گول میزنن. جگوار خیلی چیل و آروم این کارو انجام میده تا چیزهایی رو در مورد جهان کشف کنه که در غیر این صورت نمیتونسته. مثل اینکه چطوری ویلی وانکا یک قاتل زنجیره‌ای بود، درست شبیه جیکسا، اما به جای انجام آزمایش‌های خودش روی بزرگسالان، اونا رو روی بچه‌ها انجام میداد و هیچ کس هم هرگز متوجه این نشد. شماره 1. توتی. این یکی به دلیل وخامت اوضاع تو جایگاه اول قرار میگیره. تو شمال هند توتیا به حدی به تریاک معتاد شدن که کشاورزا گزارش دادن فقط به خاطر این پرنده‌ها ضررهای مالی زیادی رو دیدن. این کشاورزا که مجوز ویژه‌ای برای پرورش تریاک برای شرکت‌های دارویی دارن، هر کاری که فکرشو می‌کنی و امتحان کردن تا جلوی تریاک زدن توتیا رو بگیرن. ولی چون توتیا جنس نابی میزدن و باهوشتر شده بودن، همه اینا فقط واسه مدت کوتاه جواب داد و دیدن پرواز توتیا با یه غلاف کامل تریاک به یه چیز خیلی عادی تو شمال هند تبدیل شد. ظاهراً یه توتی روزانه 30 تا 40 بار به مزرعه میاد و از شیره نابی میزنه. و حالا قسمت غم انگیز جریان. از اونجا که تریاک یه ماده مخدر قوی و اثرات شدیدی روی سلامت داره، وقتی توتیا بهش معتاد میشن دیگه مرگشون حتمیه. چون به محض اینکه کشاورزا گیاهو برداشت میکنن، پرنده‌ها دچار ترک شدید و یهویی میشن که در نهایت باعث مرگشون میشه و افتادن توتیا از درخت‌ها و خطوط برق به یه اتفاق عادی تبدیل میشه. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. سال بعد وقتی کشاورزا دوباره تریاک میکنن، این چرخه وحشتناک از نو شروع میشه، انگار که هیچ وقت تمام نمیشه و یه کابوس بی‌پایانه.